دوستان عزیز دل، من امروز در این ویدیو می خواهم دعایی را برای شما معرفی کنم که اگر در زندگی خود مشکلات داشته باشیم به سبب این دعا حل و فصل شود. اگر ما در زندگی خود مشکلات رزق و روزی، خانوادگی، درس و تدریس، امامت، نماز به جماعت، عروسی، هر آن نوع مشکلات داشته باشیم به سبب ورد این دعا الله سبحانه و تعالی آن همه مشکلات ما را حل و فصل می سازد. کسی که این دعا را می خواند غم و اندوه از آن کس دور می شود، آرامی و خوشحالی نصیب آن کس می شود و آن کس خود را به الله تعالی تسلیم می سازد و این دعا سبب تقویت توکل بنده بر الله می شود. پس همین حالا این ویدیوی ما را هم لایک کنید و صفحه ما را هم فالو کنید تا از ویدیوهای اسلامی بعدی هم بیننده باشید و این ویدیو را به دوستان خود هم شریک سازید تا شویم که سبب رفع مشکلات یک برادر مسلمان خود شویم. اجرکم علی الله. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعني علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي. ای الله، من از قوت و قدرت خود بیزارم و به قوت و قدرت تو پناه میبرم. یا الله، مرا کمک کن و بر علیه من کمک مکن. یا الله، مرا یاری ده و بر علیه من یاری مده. یا الله، مرا هدایت کن و هدایتت را برایم آسان کن. راوی این حدیث حضرت ابو امامه رضی الله عنه، حدیث صحیح شماره 3834. منبع این حدیث سنن ابن ماجه. پس اشتراک گذاری این دعا از یاد شما نرود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.